بله، تشکر از شما. آقای عباسی شما در ایتنا بودید؟ آقای عباسی ایتنا بودن؟ سلام، وقت بخیر. بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام، وقت شما بخیر. خوبید انشالله. خیلی ممنونم، متشکرم. میخواستیم استاد ریا نشه و اینا، هم چون علنی پرسیدید بی سر و صدا شاگرد تنبل و کوچیکی باشیم خدمتتون. من شفقنا هستم استاد. راست میگید. آره خدمتتون بسیار استفاده کردیم. سلامت باشین، اختیار دارین. بچهای رسانم که کم و بیش یه خانم حکیمی داریم اونجا. بله، خانم حکیمی، خانم بختیار. بله خانم بختیار. بله بچه‌ها خیلی خوب. مثلا من اتفاقا همیشه مثالی که زدم این بود که میگفتم این دوستان وقتی مصاحبه میکنن اینقدر قشنگ پیاده میکنن، از حرف زدن خود من بهتر صحبت رو پیاده میکنن و واقعا دستشون درد نکنه. همه اینا از دوستان تربیت یافته مکتب شما هستن و براتون آرزوی موفقیت. نه، شاگرد شما هستیم همه. اتفاقا حتما خودتون کمک کرده و میکنید. هر فکر و هر ایده‌ای باشه که ما بتونیم صفحه شفقنا رسانه رو پر رونق کنیم، حتما خدمتتون هستیم. سلامت، دست شما درد نکنه. از هر زاویه، خصوصا همین بحثایی که هم در اون ترم هم در این ترم خواهش میکنم. اینها غیر از مثلا کسایی که تو حوزه ارتباطات هستن به کار و به درد مردم، همه مردم میخوره. بله، سلامت بشید. سوالی هم کرده بودین که حالا اساتید کتابایی رو معرفی کردن. آره، هم خود شما هم بزرگواران دیگه کتابای البته من نوشتم و یا تو خود پاورپوینت هم بعضا هست، اما به شکل حالا مثلا اگر خیلی مثلا بخواید اولویت بندی داده بشه از نگاه آقای دکتر امامی، مثلا فارغ از این که مثلا بگیم آقای دکتر نصرالله یا آقای دکتر مثلا مهدیزاده و اینا، شما به عنوان یه استاد توزیع رسانه مثلا میگید که برای اینکه با توجه به ضیق وقتی که حالشون مثلا ماها داریم اولویتتون این 1 و 2 باشه، این کتاب مثلا این کتاب باشه. این کتاب من عرضم به حضور شما که الان یه کتابی رو که خدمتتون معرفی میکنم، شاید هم قبلا گفته بودم، اخبار رو دنبال نکنید، نوشته آقای رولف دوبلی که هم آقای عادل فردوسی پور ترجمه کرده. بله گفته بودید. بله. من این کتاب رو کتاب خیلی مفیدی میدونم و این کتاب رو اگه بتونید تهیه کنید خیلی کتاب خوبیه. ترجمه عادل بهتر هست یا من کتاب عادل رو نخوندم، کتاب قبل از این آقای امید کریم پور ترجمه کرده بود، خونده بودم، خوبی بود. عادل فردوسی پورم تو ترجمه قبلی این کتاب خیلی خوب کار کرده بود. قطعا ترجمه ایشون هم کتاب خوبیه. از طرف دیگه یه کتاب دیگه هم هست که خوشه های خشم و امیده که مربوط به آقای مانوئل کاستلزه که اون هم کتاب خوبیه تو این حوزه، من پیشنهاد میکنم بخونید. ولی این حالا ما دوره هایی که گذاشتیم، خوبیه این دوره هایی بود که اساتید خودشون این الان یعنی واقعا دانش این چند دهه تدریسشون رو اومدن تو 2 ساعت برای شما ارائه کردن. یعنی الان از منابع مختلف، از کتب مختلف استفاده کردن. این خودش خیلی کمک هست. مثلا من حالا مباحث دوستان دنبال میکردم، مثل آقای دکتر محکی رو مثلا دیدم دنبال کردم. اصلا این یعنی نمیدونم، آقای بنده خدا آقای دکتر محکی خیلی زحمت کشیده بود. یعنی پاورپوینتی که شاید بگم که شما تو هیچ کتابی این مجموعه کاملی که آقای دکتر محکی تهیه کرده بود رو نمیتونید مشاهده کنید مثلا، و سایر دوستانم همینطورا. ولی من کار آقای دکتر محکی رو که دیدم
چون یه جوری هم تداخل داشت با مباحث. من حالا خدمتتون میگم که مثلا تا کجا آقای دکتر رفت. آقای دکتر کلا مخاطرات رو پرداخت. ما امروز هم حالا صحبت این بود که ما مخاطرات رو بگیم و راهکارها رو، ولی آقای دکتر انقدر جامع صحبت که همه موارد رو دیده بودند که واقعا هیچ جایی نذاشتن. و حالا ما امروز در ادامه اون صحبت این خواهیم کرد که حالا با چه کار بکنیم روی این قضیه، چه کار بکنیم. به هر حال این کتابایی بود که خدمتتون گفتم. باز تشکر میکنم از شما آقای نعمتی عزیزم، خیلی ممنون از شما، لطف دارید. از سرکار خانم مقیسه هم تشکر کردن. منم بسیار ممنونم از سرکار خانم مقیسه، خانم دکتر اثباتی، خانم الماسی، بچه‌هایی که توی قسمت فنی اینجا هستن برای برگزاری آزمون تو آیتی دانشگاه الزهرا. از همه‌شون تشکر میکنم. جناب آقای فاتح عزیز تشریف آوردن، سلام و عرض ادب. آقای فاتح عزیزم تو همون شورای فکر کنم کمیته رتبه بندی در خدمتشون بودیم تو وزارت ارشاد. بعد عرضم به حضور شما سلامت باشین. خدمتتون ما تلمذ میکردیم خدمت همه عزیزان. خب خانم عطابخشی تشریف آوردن، آقای کریمی تشریف آوردن و حالا ما اگه اجازه بدید دیگه شروع کنیم، اگه دوستان اجازه میدن، به خاطر اینکه فایل هم ضبط میشه. فوقش کسانی هم که دیر اومدن میتونن بعداً فایل رو هم ملاحظه بکنن. سلامت باشید. ما بحث رو با یاد و نام خدا آغاز خواهیم کرد. خب ببینید دوستان، صحبتی که من امروز خدمت شما تقدیم خواهم کرد و ارائه میکنم در ادامه صحبت‌های آقای دکتر محکیه. آقای دکتر محکی اومدن یک آسیب شناسی کلی از این فضای مجازی انجام دادن که چه آسیب‌هایی به لحاظ روانی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ امنیت، حریم خصوصی، همه این موارد رو باز کردن. گفتن اصل هم همینه، یعنی شناخت مشکل از حل مسئله مهمتره. تو اونجا بسیار خوب مباحث باز شد و مطرح شد. اما امروز من بحثی که میخوام خدمتتون مطرح کنم این که ما باید چه کار بکنیم. دیدگاه هایی که من الان اینجا برمیدارم مثلا خدمتتون ارائه کردم، اینها از منظر روانشناسی هست. من تز دکتریم در سال 91 اون موقع که دفاع کردم، یعنی از سال 87 ببخشید از 89 که تز رساله دکتری رو برداشتم. رساله دکتری من موضوعش روانشناسی شبکه‌های اجتماعی بود. خب سال 89 هم یه مباحث خیلی جدیدی بودی شبکه‌های اجتماعی، ولی تو این حوزه اومدم حالا کار کردم. یعنی گرایش خود من بیشتر سمت این از ارتباطات که همونطوری که گفته بودیم یه شاخش از روانشناسی، یه شاخش از جامعه شناسی، بیشتر به سمت روانشناسی رفته بود و این روانشناسی رسانه. تو این حوزه یه کارهایی انجام دادم و حالا مطالعاتی که انجام دادم که ماحصلش رو من امروز توی این پاورپوینت توی این 2 ساعت در خدمتتون خواهم گفت. و آن چیزی که ما برامون اهمیت دارد در تمام این مباحث ارتباط بین والدین و فرزندان، مخصوصا در فضای مجازی، همه اینها هسته مرکزیش اعتماده. یعنی تا فرزند اعتمادی به پدر و مادر نداشته باشه یا سلب اعتماد بشه، متاسفانه هیچ راهی جواب نخواهد داد. یعنی اگر فرزندی بیاد راحت، مثلا شما وقتی میای تو اتاق میگی که خب داشتی چی میدیدی، مثلا پای مونیتور نشسته، پای گوشی، ببینم چی بازی داری میکنی، اینجوری صحبت بکنی که بچه بترسه، بخواد بترسه، اعتماد از بین بره، این پنهانکاری میکنه دیگه، تمام پلهای پشت سر خراب میشه. من حالا این مباحثی که میگم نه که روی صحبت به شما عزیزان باشه، اینها رو دوستان فرا میگیرن
به عنوان کسانی که بعداً میخواهید مشاوره بدهید به خانواده هایی که درگیرن، سوال دارن، یا شما قرار است در حالا مدارس این رو برید تدریس کنید برای والدین، برای مربیان، واسه کسایی که خودشون حالا مربی سواد رسانه‌ای هستن، اینها رو به عنوان یک روش ها و تکنیک ها رو خدمتتون اینجا ارائه میکنن. همونطوری که ما در بچگی وقتی میخواهیم از خیابون رد بشیم و پدر و مادر دست ما رو میگیرن، آموزش میدن به ما، میگن میخوای وقتی از خیابون رد بشی اول صبر کن، چراغ سبز شد، سمت چپتو نگاه کن، میری به وسط خیابون رسیدی سمت راستتو نگاه کن. بنابراین حضور فرزندان در فضای مجازی این هم نیازمند آموزشه. یک فضاییه که عین این زندگی روزمره ما در یک جای دیگه شکل گرفته. حالا اگر بخوایم این فرزند رو رها کنیم برای اینکه خودمون سرمون خلوت بشه، برای اینکه خودمون سرمون خلوت بشه، کار داریم که دفعه تلویزیون رو کنیم، براش بگیم که برو بازی فلان انجام بده، همه اینا آسیب‌هایی به کودکی که شما قبلا باهاش آشنا شدید. بنابراین هم نظارت و هم این که شما بیایید توصیه‌هایی بکنید و نکاتی را بگویید برای کودکان ضرورت داره. من مواجهه والدین با فرزندان رو در 6 آیتم آوردم. خود شما هر کلمه اینطوری که کلمات کلیدی این رو در نظر بگیرید، برای اینکه روی 6 تا فقط کار کنید، تک تک بگیم که چه مواردی هست. و برای اینکه اینو تو ذهنتون بمونه، من از خودم یه اصطلاحی هم ابداع کردم که براتون راحت شما هر وقت بخواید استفاده از فیلم، استفاده از نرم افزار، حضور در مدیا، اینکه اگه درست کنیم این داشته باشه یا اکانت داشته باشه، همه اینها تو این 6 تا اینا راهکار اصلیشه. 1. رعایت رده سنی. 2. اینا رو تک تک توضیح میدیم در ادامه. 2. والدین مهارت‌های دیجیتالی خودشون رو ارتقا بدن. 3. بحث نظارته. صحبت از نظارت نامحسوسه. صحبت از دوست تماشاگره. نظارت نامحسوس. پدر و مادر باید نظارت نامحسوس داشته باشن، نه اینکه بیان مچگیری کنن، نه اینکه به روی طرف بیارن. 4. بحث آموزشه. آموزش توصیه، نصیحت، یعنی آموزشی که والدین به دانش آموزان میدن و بعضا هم خود دانش آموزا اینقدر تو این نسل باهوش شدن که والدین از اونها یاد میگیرن. 5. قانونگذاریه و 6. همراهی. همه این موارد رو من توی یک کلمه خلاصه کردم، به اسمشو گذاشتم مناقصه. مناقصه‌ای که با سین باشه، برای اینکه تو ذهنتون بمونه این کلمه مناقصه رو داشته باشید. مناقصه میمش مهارته، همون مهارت والدین. نون نظارت، نظارت والدین بر فعالیت دانش آموز، فرزند، حالا مربی هم حتی میشه.
الفش بحث آموزشه، آموزش دادنه اینجا، یه نه که آموزش ببینه اون مهارت یاد گرفتن هیچی، ولی اینکه بحث خود والدین آموزش ببینه که بتونه یاد بده. بحث بعدی قانونگذاریه. سین، سن و هید و چشم همراهی. کل راهکارهایی که شما الان برید توی مطب، حتی مثلا یکی اعتیاد اینترنتی پیدا کرده، یکی فرزندی اعتیاد اینترنتی داره، خب شما وقتی برید در پیش یک کلینیک روانشناسی، پیش روانشناس مراجعه کنید، به یه مشاور مراجعه کنید، کل راهکاراش از این 6 تا خارج نیست. مثلا برای راهکار ترک اعتیاد بازی اینترنتی میگه که شما اول برو باش بازی کن، بگو منم بازی. یه قانونی هست میگه منم بازی. پدر مادر بره بچه بگه منم بازی. میگه اگه قرار نیست بلد باشی، قرار نیست که اگه قرار نیست یاد بگیری، پس اصلا قرار نیست تو منع کنی، نمیتونی منع کنی، باید خودت هم اول بازی کنی. دوم اون دیسیپلین است، یعنی اون مشاور، شما کلینیک میخوای بری که راهنمایی بکنه روانشناس، مثلا ساعتی 250,000 تومان هم مثلا بگیره، این مبحث مثلا دوم راهکار دیگه دیسیپلین باید داشته باشید، قانون گذاری بکنید. و سوم میگه خب جایگزین چی داری؟ جایگزین چی داری؟ الان شما این بازی میگی اینترنتی نکنه، بازی رایانه‌ای نکنه، اپلیکیشن تبلتش بازی نکنه، خب جایگزینت چیه؟ چجوری میخوای سرش گرم کنی؟ این 6 وجود داره که حالا خدمتتون اعلام میکنم. اولین بحث، اولین روشی که والدین استفاده میکنند برای مواجهه کودکان یا فرزندانشون در شبکه‌های اجتماعی، اونها رو ایمن نگه دارند، موضوع رعایت رده سنیه. شما باید از رده سنی استفاده از پلتفرما اطلاع داشته باشید. به عنوان مثال واتساپ تا سال 2018 در همه کشورها 13 سال بود، یعنی کودکان زیر 13 سال به بعد میتوانستند، فرزندان 13 سال به بعد میتونستن برن اکانتشون رو تو واتساپ ایجاد بکنن. اما اتحادیه اروپا از 2018 به بعد کرد 16 سال. پس تو اروپا کرد 16 سال، ولی تو همه جهان فعلا 13 ساله. حالا گفتن که اگه عضو شدن چی کار کنیم؟ واتساپ میگه که آقا اگه بچه‌ها دیدی عضو شدن، توصیه ما، یعنی زیر 13 سال اومدن عضو شدن، توصیه ما اینه که اکانتشو پاک کنید. یا اگه میگید که نمیشه، الان دیگه شرایط کرونایی، کلاسای چی میرن، نمیتونیم اکانتو پاک کنیم، میگه حداقل نمایش موقعیت مکانیشو غیر فعال کنیم. الان آسیبی که این از لو میره، یعنی وقتی در یک گروهی حضور داره که گروهی که خیلی نمیشناسن، بزرگترین آسیبی که به کودکان میزنن این لو رفتن شماره تلفنش. خب راهکارهایی هم وجود داره، اینکه ما از کودک بخوایم به تماس ناشناس پاسخ نده، یا اگه تصویر و مطلب نامناسب و آزاردهنده ای دید، بیاد به شما خبر بده، بیاد به شما اطلاع بده.
یکی از مباحثی که بسیار در حوزه ارتباط بین والدین و کودکان تو فضای مجازی وجود داره، بحث صحبت کردن است. خیلی باید زمینه با هم صحبت بشه، یعنی پدر و مادر خیلی خوب باید تو اینجا بتونن یه بحث اینطوری بودش که مثلا میگفتیم که خیلی پرسشگری شیرین داشته باشن، نه آمرانه. بیاین اینجا این رو صحبت کنن. خب پس واتساپ رو خدمتتون گفتی، واتساپ 13 سال بود در اروپا، از سال 2018 شد 16 سال. تلگرام 16 ساله. تلگرام بالای 16 سال رو سن مجاز قرار داد، ولی ابزار نظارت سن نداره تلگرام، یعنی اصلا کسی کار نداره. حالا واتساپ مثلا گفته بود که اگه کسی برای من سند و مدرک بفرسته که مثلا بگه آقا این بچه 9 سالشه تو واتساپ حضور داره، این مثلا کپی شناسنامه‌ش، این کپی پاسپورتش، اینها، خب من خودم، یعنی به پدر و مادرش هرچی میگیم گوش نمیده، میگه من خودم مسدودش میکنم. اما تلگرامی نظارت هم نداره. اینستاگرام چی؟ اینستاگرام 13 به بالا رو مجاز دونسته، یعنی اگر زیر 13 سال بیاد و ثبت نام کنه، واتساپ از والدینش خواسته به عنوان مسئول فرزندان زیر 13 سال اگر صفحهشون در اینستاگرام ایجاد کسی میکنه، باید نام یکی از والدین یا پدر یا مادر و مسئول صفحه، کسی که مسئول اون صفحه است، قید بشه. خب اولا اینستاگرام امکانی فراهم نکرده که والدین بخوان کنترل یا نظارتی داشته باشن یا دسترسی داشته باشن رو فعالیت‌های اینستاگرام بچه‌شون. اینو نداره. اینستاگرام این رو نداره. ولی چند تا راهکار میده. اینستاگرام یه چند تا راهکاری که میده، راهکارهای اینستاگرام اینه. میگه اولین حالت، صفحه فرزندانتون رو، صفحه رو، من اینو یه بار پاک کنم که فضا داشته باشم. این نکاتی که اگه یادداشتم بکنید خوبه، همزمان من میگم دوستان یادداشت بکنن، خوبه. دیدید دفعه سوال امتحانی تستیتون بود. راهکارها اینه که یک، صفحه فرزندان به حالت پرایویت یا خصوصی در بیارید. میگه واسه اگه قرار زیر 13 سال صفحهشو پرایویت کنی، میگه چون دسترسی نمیتونه بده دیگه، یعنی نداده. دوم، امکان کامنت گذاری رو تو اون صفحات محدود کن. کسایی دیگه دوستان صدای بنده رو دارید؟ اگه صدای منو دارید یه علامت مثبت بگذارید. من آره چرا این پاک شد نفهمیدم، اینترنتم قطع و وصل شد، یه لحظه یه چیزی شد، آره صدا یه لحظه قطع. ممنونم. خب من
تا یه لحظه قطع شد. خیلی من حالا چون اینم پاک شد حالا فقط بگم پس راهکار اول. راهکار سوم درباره فالوورهای صحبت. میگه اونایی که فالو کردن یا اونایی که فالوینگن شما دارید دنبال بود درباره اونا صحبت کنید. این کیه؟ مثلا این که مثلا اسمش نوشته پریسا کی هستش؟ دوست با از کجا آشنا شده؟ دوست کی بوده؟ خیلی قشنگ علی زبونش حرف بکشید، درباره اونا صحبت کنید. میگه چطوری شما تو زندگی روزمره دوست کیه؟ دوست صمیمی؟ مثلا شاهان با مامانش اومدن تا حالا مدرسه دنبالش، مثلا از این صحبت رو میکنید. میگه تو فضای مجازی هم باید درباره این مسائل صحبت بکنید. و راهکار چهارمی که گفته قواعدی را در خانه برای فالو کردن وضع کنید. یعنی چی؟ یعنی اگر قرار است که فرزند شما کسی را فالو بکنه، شما یه قانون بذارید براش. میگه خب بچه هر کسی رو فالو نباید بکنی، هر کسی نباید فالو بکنی. من پاک نکردم، این خودش سیستم پاک میشه. و این رو قاعده مندش بکنیم. چه جوری؟ مثلا بگیم چه کسی رو فالو بکنیم. مثلا بگیم که الان همکلاسیات اشکال نداره، یا مثلا اگه بگیم که یا فامیل خاله اشکال، قاعده بیایم بذاریم. خب من تو همین اینستاگرام که گفتم، اما ببینید بچه‌ها، همه این محدودیت‌های سنی به کنار، خیلی میتونه کمک کنه، آشنا بشه، تو صحبت به کارتون بیاد. شما وقتی خطرها و ضررها رو بدونید، براش میتونید توضیح بدید. همون خطرها و ضررهایی که تو اون فایل آقای دکتر محکی، حتی یونیسف اومده یه توصیه‌ای کرده، گفته شما برای حفظ امنیت کودکانتون گفتگوی باز و شفاف داشته باشید. کودکان شما بدونن مورد حمایت شما هستن. اگه اعتماد بکنن، باز همون کلمه کلیدی که من گفتم، اعتماد. اصلا تمام اساس ارتباط والدین با کودکان این است که کودکان به شما اعتماد بکنن. اگه به شما اعتماد داشته باشن، بدونن از طرف شما حمایت میشن، بدون ترس و نگرانی تو فضای مجازی میتونن برن. کسی اونا رو هم نمیتونه دیگه آزار بده. بیشتر نگرانی به خاطر آزارگری هاست، به خاطر محتوای نامناسب و غیر اخلاقیه. کودک باید انقدر به والدینش اعتماد کنه که نترسه اگه چیزی به والدین بگه کودک رو دعوا کنه، یعنی پدر مادر اونو بیان دعوا کنه. بنابراین همه اینها ماحصل این گفتگو خودش تعیین به یه چارچوب مشخص میشه برای همه اعضای خانواده. حالا برای همه اعضای خانواده میگیم یعنی چی؟ منظورم چیه؟ چرا همه اعضای خانواده؟ به هر حال الان ما توی شرایطی هستیم، کرونا هست، آموزش‌های راه دور هست. والدین، معلمان، همه باید در مورد استفاده از فضای مجازی توسط کودکان آموزش ببینن.
آن چیزی که بهش میگیم سواد مجازی، سواد دیجیتالی، اون ضرورت داره. تو این محدودیت سنی هم یه نکته جالب خدمتتون بگم. گفتن خردسالان 18 تا 24 ماه از ویدیو چت، ببینید کلن زیر 2 سال استفاده از رسانه اکیداً ممنوعه. همه جا گفتن، انجمن روانشناسان آمریکا گفته، هر سال هم دارن تاکید میکنن. اصلا آسیب هایی که میزنه به ذهن هیچی، آسیب هایی که میزنه به چشم هیچی، روح و روان و دنیای کودک رو میتونه تغییر بده. ولی یه چیز رو اجازه دادن خیلی جالبه، اونم ویدیو چته. ویدیو چت رو چرا اجازه دادن؟ ببینید توی ویدیو چت ما مسئله‌ای که داریم، یک چیزی الان مثلا توی این شرایط کرونا شاید ارتباطات چهره به چهره کم شده باشه. کودک نیاز داره مهارت‌های ارتباطیش تقویت بشه. مهارت ارتباطی به واسطه ارتباطات چهره به چهره است، فیس تو فیس، رو در روه، تقویت میشه، توسعه پیدا میکنه. پژوهش‌ها نشون داده چت تصویری میتونه، یا ویدیو چت میتونه برای کودکان منجر به افزایش مهارت‌های ارتباطیشون بشه. میگه حتی شما چت تصویری توصیه کردن، آوردن این رو ذکر کردن که چت تصویری کودکان با پدر بزرگ و مادر بزرگاشون، میگه وقتی میخوان حتی با هم بزنی صحبت کنن، امکان چت ویدئویی رو براشون فراهم کنید. خب این که در کنار والدینشون هم باشه، اینم نکته‌ایه که میگه که در کنار والدین اگه انجام بشه میان از شما یاد میگیرن. اما برای 2 تا 5 سال نهایتاً 1 ساعت در روز استفاده میتواند مجاز باشد. 1 ساعت از هر رسانه‌ای، میخواهد تلویزیون نگاه کنه، میخواد نمیدونم پای تبلت بشینه، پای گوشی شما بشینه، هر چی هست، گفته 2 تا 5 سال در کل تا 1 ساعت مجاز است. میریم جلوتر درباره این موضوع باز صحبت میکنیم. بحث دوم، یعنی تو رده‌های سنی یه نکته دیگه‌ای دارم، مصداقی میام عرض میکنم. بحث دوم موضوع ارتقای مهارت‌های دیجیتالی خود والدینه. خود والدین بیان یاد بگیرن. به هر حال چه بخوایم چه نخوایم، الان کودکان ما یه چیزایی بیشتر از ماها میدونن. یعنی کسی هم که کودک حتی 2-3 سالم داره، 4-5 سالم داره، یک چیز اگه کودک با گوشی کار کرده باشه، ممکنه یه چیزی یاد گرفته باشه ماها ندونیم. این واقعیته. ماها خودمون باید آن چیزی که روی خودمون تقویت کنیم آن است که از ضررها، خطرها و فواید فضای مجازی کسب اطلاع بکنیم که در طول این 2 پیشرفته شما به خوبی اینها رو فرا گرفتید. نکته سوم بحث قانونگذاری دوستان. یک قانون طلایی در فضای مجازی میگه هر کاری که شما زندگی روزمرت انجام نمیدی، تو زندگی فیزیکی انجام نمیدی، تو اینترنت هم نباید انجام بدی. اگر در زندگی روزمره دروغ گفتن بد است، در فضای مجازی هم بد است، میشود خبر جعلی، فیک نیوز. پس این قانون رو ما باید همواره مد نظرمون باشه. اما قانونگذاری چیست؟ ببینید وقتی صحبت از قانونگذاری میکنیم، یعنی داشتن یک برنامه استفاده از رسانه در خانواده.
کلا کلینیک های روانشناسی، انجمن روانشناسی آمریکا، آکادمی اطفال آمریکا که روی این مسئله فوکوس کردن و اصطلاحی هم گذاشتن فامیلی مدیا یوز پلان، اصلا یا مدیا یوز پلان میگن، یعنی برنامه استفاده از رسانه توی خانواده. حالا من در ادامه میگم چجوری این برنامه رو میشه تهیه کرد. توی خانواده وقتی این برنامه رو ما میگذاریم، قانون گذاری میکنیم، همه باید ملزم به رعایتش باشن. ابتدا هم از خودمون شروع میکنیم. چرا؟ ببینید رسانه ها دوستان تا اینجا دیدید تأثیرات نظریه های رسانه، همه این مباحث که تو سواد رسانه‌ای مطرح بود همه رو دیدید. رسانه ها باید تو چارچوب ارزش های خانوادگی و سبک فرزند پروری شما به کار بیاد. رسانه ها در چارچوب ارزش های خانوادگی و سبک فرزند پروری شما باید به کار بیاد. از رسانه استفاده میکنیم که کمک کنه به ما برای شکل دهی ارزش خانوادگیمون، برای کمک بگیریم از رسانه ها برای سبک فرزند پروریمون. این برای ایران هم نیست، برای همه جهان توصیه شده. بنابراین ما باید در زمان مناسب به طور مناسب برای تقویت کیفیت زندگیمون از رسانه ها استفاده کنیم. یعنی میگیم در زمان مناسب یعنی محدودیت گذاری زمانی بکنیم. اگر میگوییم به طور مناسب یعنی همراه با تفکر انتقادی باشه. همه اینها منجر میشه کیفیت زندگی ما تقویت بشه. یه نکته هست، مثلا میگن، قبلا هم میگفتن اگه بخواهید بازی رایانه‌ای برای کودکان شما مفید باشه، یا این اپلیکیشن ها، اپلیکیشن هایی که روی تبلت ها رو گوشی ها میریزن، مفید بودن بازی های رایانه‌ای رو میگفتن 2 تا شرط اصلی داره. یکی، کودک نباید تنها باشد، کودک تنهایی بازی نکنه، شما همراهش باشید، مثل همون قانونی که اول گفتم، شما بگید منم بازی. و دوم این که مدت زمان بازی طولانی نباشد. اگر قرار باشد بدون فکر، منفعلانه، نامحدود به لحاظ زمانی ما از این فضای مجازیه، از این بازی رایانه‌ای، از این تلفن همراه هوشمند استفاده کنن بچه هامون، این دچار همون اختلالات و مشکلات میشه که حالا یکیش مثلا اعتیاد اینترنتیه. خب اما من میخوام این برنامه استفاده از رسانه رو تدوین کنم. وقتی صحبت از برنامه استفاده از رسانه هست، من چه چیزهایی رو باید مد نظر قرار بدم؟ ببینید بچه ها، اولین مسئله این است که حتما شما بدونید اگر کامپیوتر در خانه هست، اگر تبلت هست، اگر لپتاپ هست که بچه ها قرار است استفاده بکنن، مثلا الان در شرایط کرونایی که کلاس های آنلاین تشکیل میشه، آموزش از راه دوره، یک قاعده کلی هست، باید این دستگاه ها در فضای عمومی خانه قرار بگیرد.
قرار نیست که این کامپیوتر روش به طرف دیوار باشه، بچه بره پشت مثلا اونجا بشینه، کسی نتونه نظارت داشته باشه. نه، فضای عمومی خانه، وقتی پدر داره رد میشه میره سالن، میاد تو اتاق، از اون ور مادر میره آشپزخونه، میاد دستشویی، هر جا که میره بتونن برن و بیان ببینن. این قاعده است، قانونه. پس باید هر دستگاه رایانه است، تبلت، چیزی تو فضای عمومی خونه قرار داده بشه که بتونن اونجا ببینن. دوم، ما یه موضوعی داریم تحت عنوان ایجاد مناطق بدون رسانه در منزل. ایجاد مناطق بدون رسانه در منزل. خب وقتی که صحبت از این میکنیم منظور ما چیه؟ منظور ما اینه که اول اینکه کودک باید به سالم غذا خوردن عادت کند. دوم که کودک باید بهتر بخوابد. پس دو تا نکته است. یکی بحث سالم غذا خوردن، یک، دوم بهتر خوابیدن. پس باید آشپزخانه و اتاق خواب کودک عاری از هر دستگاه رسانه باشه، مثل تلویزیون که نور تلویزیون اذیت بکنه، صفحه نمایش، تبلت، همه اینها پاک. یعنی آشپزخانه و اتاق خواب کودک هیچ کدام از این دستگاه ها استفاده نمی شود. اگر قرار است کودک غذاشو بخوره، قرار نیستش که جلوی تبلت با گوشی موبایل غذا بهش بدیم. 3. قانون منع رفت و آمد رسانه‌ای. یه قانون رسانه‌ای. غذا خوردن و خوابیدن باید منع رفت و آمد رسانه‌ای وضع کنیم. یعنی چی؟ قانون منع رفت و آمد رسانه‌ای اولا پس زمان غذا خوردن کودک و زمان خواب. حالا قانونه چی میگه؟ قانونه این رو میگوید، قانون منع رفت آمد رسانه‌ای میگوید که شبها همه دستگاه ها متصل به شارژر شوند. شبا دستگاه ها باید بره شارژر دیگه، اینطوری که با کسی با موبایل نمیره تو تخت خواب. خود پدر مادرم باید رعایت کنه. این چیزی که میگه قانونی بذاریم خودمونم رعایت کنیم تا زمانی که نکته از این گلدن کوتاست، نقل قول طلاییه، تا دستشون میگیرن، سرشون تو گوشیه، سرشون تو تبلته، نمیتونن منع کنن بچه رو که چقدر پای گوشی نشستی، چقدر پای کامپیوتر نشستی. تا زمانی که شما موقع خواب میاد گوشی رو دستو میگیری، با گوشی میری تو تخت خواب میخوابی، نمیشود از کودک انتظار داشته باشی کودک نیاد از شما گوشی بگیره بره با گوشی بخوابه، با تبلتش بخوابه، پای تلویزیون بخوابه. قانون منع رفت و آمد رسانه‌ای. این بحث سوم. خب من حالا 4 و 5 رو قبل از اینکه بگم از نظر دوستان رو هم بخونم اینجا. بعد جناب آقای عباسی هم گفتن عکسش هم شده در فضای مجازی دروغ خوب میشه، در واقعیت هم بدل به خوب میشه متاسفانه. بله، علتش جناب آقای عباسی عزیز بحث هویت جعلی و هویت مجازی است که هر کسی میتواند داشته باشد. حتی یکی از توصیه الان که گفتیم نکته خوبی بود، یکی از توصیه ها جالبه، گفتن که اگر میخواهید کودک شما مثلا تو اکانت واتساپ داشته باشه، واسه یک کلاس میاد، واسه چیزی میاد،
اولا تو پروفایل عکسش رو نذارید، عکس کودک رو نذارید. دو اینکه مثلا حتی بگید با اسم مستعار کودکتون وارد بشه. ببینید اصلا خصلت فضای مجازی این است که همه چی جعلی باشد. میتواند جعلی باشد، هویت دومی داشته باشد و واسه همینه بر اساس این هم چون هویت ناشناخته میشود، عکس ناشناخته میشود اینکه دروغگویی هم در اونجا ترویج پیدا بکنه. ولی اون قانون طلاییه که هر چیزی که برای زندگی خودت، زندگی روزمره خودت میپسندی و انجام میدهی، همان قانون را برای فضای مجازی هم رعایت کن. اصلش اینه. جناب آقای فاتح عزیز پرسیدن که آماری در دست هست که ما در ایران تا چه میزان بر مبنای قوانین بین‌المللی برای نظارت بر عملکرد کودک در فضای مجازی تابع هستیم. آمار این وجود نداره که مثلا بگیم آماری که مثلا بیان رصد کردن و اینها. ما در آمریکا انجمن روانشناسان آمریکا یا یه انجمنی هستش که انجمن اطفال آمریکا هست که از منظر هم پزشکی، روانشناسی اینها رو میاد بررسی میکنه، اینها میرن مطالعه میکنن. ما کل کاری که انجام شده نهایتا در حد پایان نامه هاست، کارهای پژوهشی که مثلا یا واسه مؤسساتی که رفتن انجام دادن، ولی درباره این که ما بگوییم کل ایران، در ایران اوضاع چگونه است، این متاسفانه آمار جامعی نیست، گرچه به ظاهر هم می شود گفت که وضعیت نابسامانی در این زمینه ما در ایران داریم. خانم دکتر اثباتی هم سلام عرض میکنم، تشریف آوردن. سایر دوستانم همینطور که اومدن، خانم هاشمی هم همینطور. خب جناب آقای فاتح گفتن ما در ایران بعضاً ادعای نظارت بر شبکه‌های اجتماعی را داریم تا استفاده بهینه برای کاربران مهیا شود، ولی بعضاً کودکان ما در شبکه‌های اجتماعی آزاد هستند. جناب آقای فاتح عزیز، نه حالا من که به عنوان یه عضو کوچکترین هستم دارم نقل قول نظرات صاحب نظران این حوزه رو میکنم. کلاً اعتقاد بر این است که نهاد دولت و حاکمیت حق نظارت بر شبکه، حق نظارت و فیلترینگ رو، یعنی نظارت که حالا بخوایم و نخوایم داره، این که هیچی، مثلا بحث جامعه نظارتی آقای میشل فوکو اینا اینو گفته، ولی حق فیلترینگ کردن رو به بهانه این که کودکان ما این آسیب را میبینن یا اینکه باعث طلاق شده، زیاد شدن طلاق شده، فلان شده، اینها ندارد. حاکمیت این وظیفه رو ندارد. این وظیفه کیست؟ این وظیفه خانواده است. این وظیفه خانواده است که این فیلترینگ رو بذارن، این محدودیت ها رو بذارن، این قانونگذاری رو بذارن. اون همون کلمه‌ای که درست کرده بودم، کلمه مناقصه‌ای که گذاشته بودم، گفته بودم مخفف اینها هست، اونها باید بذارن. این برنامه استفاده از رسانه هم که خدمتتون عرض کردم، صفحه قبل هم دیدیم، فامیلی مدیا یوز پلن، وظیفه خانواده است بذاره. خب بعد بریم ادامه بحث. جناب آقای جهانی ارادتمندم، ممنون از جناب آقای فاتح عزیز. خب بریم سراغ ادامه بحث. ما داشتیم میگفتیم که ما احتیاج داریم توی خانواده یه برنامه استفاده از رسانه بنویسیم. اینها رو چند تا آیتم گفتیم، رسیدیم به این. توی برنامه استفاده از رسانه یک نکته دیگری هم وجود داره: زمان بندی و محدود کردن استفاده از رسانه. زمان بندی و محدود کردن. یه دفعه میام عقب که شما یه لحظه اینجا رو ببینید. گفتم زمانی بازی‌های رایانه‌ای، بعضی از بازی‌ها هستش آموزشی، میگه که فلان بازی کامپیوتری رو بگیر بازی کنه.
اعتماد به نفسش میره بالا. یکی بعضی وقتا یکی خجالتیه میگه فلان بازی رو بگیریم انجام بده. خب ولی 2 تا قاعده گفتیم داره. اینجا گفتیم مدت زمان بازی طولانی نباشه. مدت زمان اگه طولانی باشه باعث پرخاشگریه میشه. هر چقدرم اون بازی حالا بگیم شکل است، به هر حال شاخه ها و رگه هایی از خشونت ممکنه در اون بازی وجود داشته باشه. همین که مثلا طرف گیم اوور میشه، گیم اوور شدنش خودش یه جوری از رگه های خشونت رو ایجاد میکنه، عصبی بودن. بنابراین زمان بندی و محدود کردن هم از دیگر آیتم های تهیه برنامه استفاده از رسانه است. و نهایتا دوستان، برای اجرای قانونی که گذاشتید قاطع باشید. قانون گذاشتی، دستورالعمل گذاشتی، باید قاطع باشید. یعنی وقتی که ما میگوییم قاطع باشی، یه سبک فرزند پروری ما داریم، بهش میگویند که سبک فرزند دارم بهش میگم دیکتاتوری مسلم. یعنی دیکتاتوری برای فرزندانش. دیکتاتوری مسلم یعنی که قاطع هستند. قاطع بودن دیکتاتوری اشاره می‌کنه. قاطع بودنش به خاطر چیه؟ صلاحیه که واسه بچه‌هاش هست. مصلحتی که واسه بچه‌هاش نه. یعنی اون چیزی که به خاطر خود انجام میده. خب شیوه های نظارتی. در شیوه های نظارتی یکیش همون چیزی بود که ما خدمتتون گفتیم که به توصیه روانشناسان حتی المقدور اون کامپیوتر رو، تبلت رو، هر چی که هستش در فضای عمومی که قابل رؤیت سایر افراد خانواده باشند باید قرار داد. این بحث اول شیوه نظارتی. اما یه سری از شیوه نظارتی دوستان هست که ما باید حالا چه کار کنیم، چه گونه نظارت داشته باشیم. اولا یک سیاست بی اطلاعی رو از نحوه استفاده کودکان شما به دنبال کنید. خودتون رو زیاد حساس نشون ندید. حساس خودتون نشون ندید. یه چیزایی که خودتون زیاد اطلاع ندارید، یعنی همینطور که گذر میکنید، کنترل میکنید، یک نظارت نامحسوسی دارید، کنترل نامحسوس. بدون هر گونه عصبانیت، بدون مشاجره، یا مثلا گفتم از اون کلمات هم ممنوعه. کلماتی بگی که داشتی چی میدیدی؟ چی کار میکردی الان؟ حق نداری استفاده بکنی. حق نداری. من چند دفعه بهت گفتم پای این اپلیکیشن نرو. نگفتم اینو دانلود نکن. اینا اصلا تعطیله. این جملات اشتباهه. این نظارت باید سازنده باشه. نظارت باید متناسب با سن و سال بچه ها باشه. حالا من در خصوص نظارت چند تا نکته دیگه باز به ذهنم رسید، ممکنه تو پاورپوینت نباشه، واسهتون اینجا می‌نویسم. پس شما اولا این نظارتی که بر روی اینا دارید، حواستون هم روی فعالیت خاموش فرزندتون باشه. نگید آخه بچه‌م تفلکی از صبح پای کامپیوتر تو اتاقشه، کیک نمیزنه، انقدر مظلوم نشسته، اصلا کاری به کسی نداره، نشسته پای کامپیوتر داره درسشو میخونه. میگه این که وقتی میبینی فعالیت خاموش داره میکنه، این که خیلی ساکته، حواستو جمع کن، بیا ببین تو فضای مجازی مثلا چه آتیشی داره میسوزونه. حواستون رو این فعالیت خاموش فرزند هم باشه. خب نظارت باید متناسب با سن و توانایی آنها باشد. همین نکته‌ای که گفتم خوشبختانه بودش، این تو ذهنم فکر کردم ننوشتم این رو. خب سن و سال هرچی میخوایم اینو بگیم، هرچی سن بالاتر میره،
سن کودک بالاتر میره توافقی تر دو طرفه تره، یعنی توافقی تر و دو طرفه تر دیگه میرسه به سن نوجوانی. به هر حال نوجوان یه حالت استقلال خودشو میخواد کسب کنه، اون دنبال جنگ و جدله، روحیه استقلال طلبانه داره، اصلا نمیخواد نظارت کنن والدین، اصلا شاید محال باشه استفاده بشه، والدین بخوان بیاد سرک بکشه، خوشش نمیاد. ولی این سن هوش داره، این سن هوش داره. ولی به هر حال ما باید نظارت خودمون رو داشته باشیم، قانونش رو بذاریم. حالا این 4 مرحله مهارت‌های نظارته، یعنی مهارت‌های نظارت چگونه خواهد. اول از همه شما باید یه قانون و مقرراتی وضع بکنید برای اینکه انتظار دارید محدودیتتون چیه، چه انتظاری دارید محدودیتتون چیه. بعدش وقتی که نوشتید مثلا ببین من مثلا انتظار ما کلا توی خونه از مدرسه که اومدی خونه نهایتا شما میتونی 2 ساعت از رسانه استفاده کنی. حالا میخوای 1 ساعت پای تلویزیون باش، 1 ساعت هم پای کامپیوتر، من نمیدونم، بیشتر از 2 ساعت نباید بشه. 1. 2 اینکه ساعت 10 شب خاموشیه. قانون منع رفت و آمد رسانه‌ای، همونی که گفتم خاموشیه. بعد بزنیم اون گوشی‌ها به شارژر میخوره و اینها، وقت خوابه. اینی که تعیین کردین باید تبیینش کنین دیگه، یعنی باید بیاین بیانش کنید، بیاین توضیحش بدین. دومین حالت میاین توضیح میدین. سومین حالت تبعاتش رو میگین اگه رعایت نکنه. اگه رعایت کرد چه چیزی، اگه رعایت نکرد. اینجا تبعات رو ما اشاره میکنیم. شما این مسئله رو رعایت نکردی، متاسفانه اینی که گذاشته بودم، این صحبتی که کرده بودم، قانونی که گذاشته بودم، شما به قانون بی احترامی کردی، این مسئله رو رعایت نکردی، پس باید حالا تبعاتش رو مشخص میکنیم. تبعاتش آن هم نیستش که گفتم بحث حالا جمع کردن و اینا نیست، کامپیوترت رو قطع جمع میکنم و اینترنت رو قطع میکنم، اینا رو نداریم، اینها اشتباه محضه. و نهایتاً شما باید بررسی کنی رفتار فرزند رو در فواصل زمانی و پراکنده تو همه محیط‌ها. یعنی نظارتت بیرون از خونه وقتی میره بچه با دوستاش هست چطوری حواست هست، تو فضای مجازی باید حواست باشه. نظارت هوشمندانه بهش میگی. اینو باید این نظارت رو انجام بدی. پس این نظارت بچه واسه زمانیه که هر چی سن میره بالاتر گفتیم توافقی تر، دو طرفه تر میشه. توافقی تر یعنی یه ذره شلترش ممکنه شما بکنید. به هر حال بخوایم و نخوایم ما باید یک سری این مسائل رو وضع بکنیم، قوانین رو وضع بکنیم. کل این نظارت ما خب که حالا بیرون از خانه هست، داخل از خیابون هست، فضای مجازی هم که بخوایم باشه، تو فضای مجازی 3 موضوع استواره. 1 ساعت استفاده، مقدار و میزان استفاده. برای این یعنی اگر قانونی گذاشتیم که از رسانه چقدر الان دیگه مثلا نه دیگه بنزه کافی امروز استفاده کردی از کامپیوتر، امروز پای بازی کامپیوتری بودی، پای بازی ویدئویی بودی، تایم تموم شده. دیکتاتوری مصلح یعنی این چیزی قانونی که وضع میکنید خودتون پای قانون بایستید، ضمن که خودتون هم عمل بکنید. این هم نکته دیگه. بعد محتوا، چه محتوایی رو استفاده میکنه؟ نظارت بر محتوا. چه اپلیکیشنی استفاده میکنه؟ آیا رده سنی، اون رده سنی اونجا باز مطرحه، آیا رده سنی رعایت شده یا نه؟ اصلا حالا رده سنی هم نه، بعضی وقتا از این رده سنی نداره، یه محتوایی تو اینترنت داره میبینه. و نهایتاً فالووراش کیان؟
دوستاش کیان تو فضای مجازی، کیا رو داره دنبال میکنه، کیا اون رو دارن دنبال میکنه. این 3 تا اصل. خود انجمن مؤسسه ایمنی آنلاین خانواده در آمریکا مؤسسه‌ای هست که انگلیسیش FOSI ترجمه شده. اینها رو گفته ببینید شما هر چقدر کنترل بکنید بچه ها رو این کفایت نمیکنه. باید حضور کودکان رو در این فضا کاهش بدید تو شبکه‌های اجتماعی. این مربوط به شبکه اجتماعی ها. خیلی ها به این نتیجه رسیدن که کنترل کردن خب پس باشه ما حواسمون هست بذار بازی بکنه. میگه نه، میگه هرچی کمتر حضور داشته باشه بهتره، آسیبش کمتره. دوم، وقتی بخواید تلفن همراه بخرید شرایط سنی، تحصیلات، محل زندگی و دوستانش رو در نظر بگیرید. یه جایی هستش مثلا میبینید شما میایید مثلا بچهای دبستانی هر کدومشون دارن میان مثلا مدرسه سورفیس دارن و نمیدونم تبلت یا گوشی آیفون دارن و از هر کدوم این چیزا جدیدترین چیزا. میگه شرایط زندگی، محل زندگی باید در نظر بگیریم. خود بچه شاید از این ور که هیچ اینا ندارن از این ور آسیب ببینه، یا اینکه مثلا مدرسه‌ای هستش که مثلا هیچ کدوم بچه‌ها ندارن ولی واسه میری سورفیس می‌خری. سن و سالش هم باید در نظر بگیری. آیا باید یک بچه صحبت اینه که اگر بچه میخواهد استفاده مشترک از یه تبلت مشترک، از یه گوشی مشترک، از گوشی من بیاد استفاده بکنه، قرار نیست خودش فعلا مالک گوشیه بشه، مالک تبلته بشه. درباره عضویت هم که صحبت کردم و نهایتا اینکه میگه شما اگه برید پیگیری بکنید بچه ها مثلا مطالبی که حالا توی مثلا یه ذره بزرگتر میشن، نوجوان مخصوصا، شما برید وبلاگش رو ببینید، اینستاگرامش رو ببینید، وبلاگ، اینستاگرام، نمیدونم توی حالا ممکنه یک کانال زده باشه، میگه برید دنبال بکنید، سیر تفکرات اون رو پی میبرید، درباره چه مطالبی مینویسه. میگه شما از این منظر یه نگاه تحلیلی روی این داشته باشید. خب دوستان اگه تا اینجا سوالی دارن میتونن مطرح کنن که من بحث رو ادامه بدم. بسیار خوب. موضوع پنجم بحث شیوه های آموزشه. تشکر از جناب آقای عباسی عزیز. شیوه های آموزش توصیه‌ای و نصیحتی. یعنی ما باید آموزش که بدهیم مشاهده بکنیم و بحث هم بکنیم. خب بریم تو این زمینه میخوایم صحبت کنیم. اولین نکته‌ای که شما باید مد نظر قرار بدید توی آموزش هاتون، آموزشی که قرار است به بچه ها داده بشه، اولیش محدودیت در ارتباطات است. این که به او بیاموزیم هر کسی نباید توی دایره حریم خصوصی ما ورود پیدا بکنه. هر کسی شایسته برقراری ارتباط نیست. یا کسی که بخواهد کسب اطلاعاتی از ما بکنه. هر کی ازت مثلا یه سوالهایی درباره حریم خصوصی پرسید، پدرت چی کار است، مادرت چی کار است، پدرت که یا مثلا میاد خونه، مادرت صبح کجا میره، اینها رو پرسید، باید در این خصوص با کودک صحبت کرد. همه اینا هر چه محدودتر بشود
ما به کودک بیاموزیم که ارتباطاتش رو محدودتر بکنه، امنیت روحی و اخلاقی رو ما به دنبال داریم. خب ما گفتیم که پدر و مادر باید مهارت‌های خودشون رو افزایش بدن. مهارتاشون هم گفتیم که اینکه با خطرات آشنا بشن، با فواید فضای مجازی آشنا بشن، در این خصوص بیان صحبت بکنن با بچه‌هاشون در زمینه خطراتی که داره، در زمینه استفاده نادرستی که میشه از این فضای مجازی کرد، بیان گفتگو کنیم. از شکل‌های مختلف آزار اینترنتی اونا رو مطالعه بکنیم. اگه کسی اومد بهت پیام داد نمیشناختیش، بیا سریع ما رو مطالعه کن ببینیم کی بوده چی بوده، نکنه بخواد اذیتت کنه، به من سریع بیا بگو. اون هم بحث اعتماد، هم نترسه، هم اعتماد به پدر و مادر، هم اینکه ترسه و بیاد پیش رو. و این است که به کودکانمون به فرش بدیم، براشون روشن بکنیم که اطلاعات شخصی و خانوادگی ما اگر قرار باشد در فضای مجازی منتشر بشه، باعث کاهش امنیت خانوادگی ما میشه. اطلاعاتی مثل این که من کجا زندگی میکنم، شماره خونم چیه، شماره تلفن موبایلم چیه، نمیدونم عکسای خانوادگی که ممکنه بگذارم. حالا تو اون گفتم تو اینستاگرام مخصوصا صفحه‌ای که باز باشه که دیگه واویلا، ولی اینستاگرام اگه پرایویت باشه باز بسته تره دیگه. از حالا شماره حساب بانکی و اینها هیچی. اتفاقی که افتاده بود، من سالها پیش بود، من یک مدرسه فرزانگان دوره‌ای واسه والدین دانش آموزان داشتم. یکی از والدین دانش آموزان برگشت گفت که ما اتفاقی برامون اینجا توی مدرسه افتاد، این که این بچه من توی وبلاگش، ما نمیدونستیم وبلاگ داره، مدرسه راهنمایی بودن اون موقع، میگفتش که این بچه من، دختر من، تو وبلاگش نوشت که مثلا پدر من پزشک هست و اینها و برای شرکت در یک اجلاس پزشکی جراحان چی داره فردا شب میره کره جنوبی، اونجا هست و بعد خود پدرم سخنرانی داره، ما تا یک هفته من بابامو نمیبینم، دلم براش تنگ میشه. مثلا میگه همین مسئله باعث شد که این کودک رو یه طوری بیان نزدیکش بشن، کودک ربایی انجام بدن در غیاب این پدر، به خاطر اینکه میدونستن پدرش پزشک جراحه، پس فهمیدن خانواده پولداریه. کودک رو اومدن از مدرسه دزدیدن، بردن و در قبالش پول میخواستن. این اتفاق افتاده بود. یعنی تمام این اطلاعات، امنیت اطلاعات این بود که متأسفانه توسط کودک تو اونجا مطرح شده بود. خب من آقای عباسی گفتن محدود، آیا محدود خوبه یا گزینشی؟ حالا من متوجه دقیقاً جملهشون نشدم، حالا اگه توضیح بدن که منظور چیه که من توضیح بدم در خدمتشون. حالا اگه خواستید آقای عباسی بفرمایید، میکروفونتون هم روشنه. بله. قبلی همین چند لحظه پیش فرمودید که به اصطلاح به شکل محدود مثلا با کودکان چندوین. من نکتم این بود که کلمه محدود و یا اینکه مثلا بگیم محدود مناسب نباشه، کلمه گزینش رو مثلا بگیم که به کودک گزینش های خوبی داشته باشه از برنامه‌های مختلف، ما محدودش نکنیم، به اصطلاح به سمتی ببریمش. بله. انتخاب های درستی رو یاد بگیریم. بله فرمایش شما درسته. بله ممنون از شما.
فرمایشتون کاملا ممنونم. بعد نکته دیگر دوستان، یه اصطلاحی هست تحت عنوان رد پای دیجیتال. وقتی ما صحبت از رد پای دیجیتال میکنیم یا اصطلاحشو میگن دیجیتال فوتپرینت، فوت هم یعنی پای دیگه، دیجیتال فوتپرینت که میگه با فرزندانتون درباره رد پای دیجیتالی صحبت بکنید. یعنی هر مکانی که در اینترنت میره اثرش میمونه، هر نظری که میاد میده برای مدت نامحدودی قابل مشاهده هست. کامنتی که میاد میذاره از خودش این قابل مشاهده است. هر مکانی هم توی اونجا حضور پیدا بکنه اثرش ماندگار خواهد بود. نکته دیگری که میتونیم بیان کنیم در خصوص همین مسائل آموزش، اینکه خودمان رفتار مسئولانه در فضای مجازی داشته باشیم و اینکه با کودکانمون درباره دیجیتال سیتیزن صحبت کنیم، یعنی درباره ترویج بدیم فرزندانمون رو درباره نکات شهروند دیجیتال خوب بودن، اینکه ما چگونه میتوانیم مسئولیت پذیر باشیم، چگونه میتوانیم رفتار مسئولانه‌ای در فضای مجازی داشته باشیم، مهربانی کنیم. حالا تو یه جای دیگه بحثش همراهی بیشتر در این زمینه توضیح داده میشه. به هر حال بخوایم و نخوایم والدین یک جوری الگو خواهند بود که من در اینجا این بحث رو میرم واردش میشم و اشاره میکنم. همراهی، اینکه پدر و مادر، الان تو این تصویرم میبینید گفته والدین در محیط دیجیتال نقش حمایت، هدایت و نظارت از فرزندانشان را بر عهده دارند. مثلا پدر پلوی بچه واسطه میگه بابا جون سر پیچ راهنما بزن. این کاریکاتوری که کشیدن میخواد بگه اینجا شما باید همراهی بکنید فرزندان رو. حالا اصل همراهی یعنی چی؟ یعنی تا جایی که میتونید در کنارشون بشینید. ببینید اینترنت بخواد بره کجا داره میره، چه صفحاتی رو میبینه، چه چیزی براش جالبه تو اینترنت. هر سوالی که شما به ذهنتون میاد ازش بپرسید، یا هر سوالی که اون از شما میکنه شما پاسخ بدید. این همراهی یکی از اصول مهمه در راهنمایی کودکان در فضای مجازی. اگه یادتون باشه اول بحثم اون چراغ قرمز رو بهتون اشاره کردم. گفتم که وقتی ما کودک هستیم پدر و مادرمون دستمون رو میگرفتن، میخواستن از خیابون رد کنن، به همون آموزش میدادن اینجا چپ رو باید ببینی، بعد راست رو ببینی. گفتم این تو فضای مجازی هم این نیاز وجود داره که ما دست کودک رو بگیریم، راهنماییش بکنیم کجا بره کجا نره، چه کار بکنه. اشاره اصل همراهی همینه. ما خودمون باید الگوی خوبی باشیم. شما باید یعنی ببینید الگوی بچه تو فضای مجازی پدر و مادرش بسیار هم عالی تقلید میکنه. اگر شما تو فضای آنلاین نشون بدن مهربانید، خوشخلقین، آرامین، اهل تعاملید، مسئولیت پذیرید، اونا هم از شما اینطوری یاد میگیرن. گاهی اوقات هم ضرورت داره شما به عنوان الگو یه سمزدایی دیجیتال از خودتون انجام بدید. این اصطلاح سمزدایی دیجیتال یعنی اینکه بعضی وقتا تمام این رسانه ها خاموش، فقط به زندگی روزمره، فقط به بازی، به تفریح بگذره. اون چیزی که گفتیم حالا جایگزین چی داریم؟ بریم سراغ بازیایی که به شکل سنتیه. حالا میخواید مثلا شما شطرنج بیار، کارت اونو بیار، نمیدونم بریم پایین تو حیاط فوتبال بازی کنیم، نمیدونم هر بازی دیگه‌ای که
آفلاین اصطلاحاً بهش میگن. این واسه سمزدایی دیجیتال بسیار توصیه شده. و نکته دیگه، یک وظیفه دیگر پدر و مادر دارند. پدر و مادر وظیفه‌ای که دارند این است که به عنوان مشق شبشون ازش گفتن، اپلیکیشن ها، فیلم، کارتون، انیمیشن، هرچی اینهایی که هست مناسباشو باید برای کودکانشون پیدا کنن. اصلا وظیفه پدر و مادره، وظیفه والدینه که اینها رو اونا پیدا کنن، در اختیار معرفی کنن به بچه هاشون. یکی از کاراشون باید این باشه. مخصوصا اگه فرزند زیر 6 سال دارید، تمام تلاشتون باید از بین بردن محتوای رسانه‌ای خشن باشه. بازی‌های تیراندازی، کشدار، بدترین نوع بازی‌هایی برای خردسالانه. هر بازی که توی تیراندازی باشه، کشت و کشتار باشه، بدترینه. شما اپلیکیشن هایی رو انتخاب بکنید که جنبه آموزشی داشته باشن. یک جنبه از تقویت مهارت‌ها و در مهارت‌هایی در زمینه رشد اجتماعی داشته باشن. حالا من تو این زمینه یه سایتی هم بهتون معرفی میکنم که این تو این سایت مثلا فیلم و انیمیشن و کتاب و بازی و اومده ردبندی کرده، عالی واسه پدر و مادرها. سایت فارسی زبان هم هست. میاد شما مثلا میخواد بگی این کارتون رو ببینی یا نبینه، این فیلم رو ببینه یا نبینه، بعد براتون ردبندی انجام بده. خب من قبلش عذرخواهی میکنم، آقای فتا گفتن نقش حمایتی از کودکان در فضای مجازی که همراه با آموزش است باید چگونه باشد که کودک احساس نظارت همراه با تحکیم و تحکم امر والدین نداشته باشد. نقش حمایتی از کودکان در فضای مجازی که همراه با آموزش است باید چگونه باشد. ببینید چگونه باشد همینه. الان این راهش اینجا رو ببینید: همراهی، تعامل، پرسشگری شیرین. الان حالا من روشاشو توضیح میدم، جلوتر که بریم این میبینیم. خب این صفحه همون سایتیه که به شما گفتم دوستان، لینکش همین پایینه. یه سایتی هست به اسم kodumo.ir. کدومو ببینم، کدومو بازی کنم. مثلا اینجا نوشته مثلا دالتون ها، بررسی انیمیشن دالتون ها. بعد پایینش نوشته که این چه به قول معروف چقدر خشونت داره، چقدر نگاه اجتماعی داره. همه اینا امتیاز دهی کرده، گفته مناسب چه رده سنی هست. پایین رو شما بعدا میتونید این سایت رو یادداشت کنید، برید ببینید که مثلا چه اطلاعاتی به شما میتونه بده برای استفاده از این رسانه ها. خب اما سوال جناب آقای فاتح که گفتن حالا ما چه کار بکنیم که هم حمایت بکنیم، هم آموزش بدیم، هم نظارت. خب یکی از این کارا اینه که شما شروع کنید به برقراری ارتباط تعامل با کودکان و پرسشگری‌های شیرین. یعنی پرسش‌های خیلی شیرین، نه که مثلا فکر کنه که داره بازجویی میشه. خب دوستات تو اینترنت چیکار میکنن؟ کیا هستن دوستات تو اینترنت؟ بعد بدون بچه‌ها وقتی جواب میدن شما یه تاییدایی بهشون نشون بدید و بدونن اصلا نگران نباشن، پاسخی که به شما میدن مطمئن باشن تنبیه نخواهند شد. با این روش اصلا شما میتونی اطلاعاتی رو به دست بیاری که چه کار داره میکنه، چه بازیایی میکنه، با کی چت میکنه. یا مثلا بگیم به نظر تو این شبکه‌های اجتماعی حالا هستی، الان کدومی که از این بچه‌ها از همین محبوب تره، کدومی که صفحات بیشتر فالوور داره. مثلا میگه که مثلا من صفحه ریوندی هستم، ریوندی خیلی میخنده، ریوندی خیلی کارهای جالبی میکنه فلان چی. یعنی از این طریق، از این سوال و جواب هایی که اینجا، حالا نمونه هایی که از این آوردم، ما باید این تعامل و پرسشگری شیرین رو داشته باشیم. این وقتی شما یه جوری بحث رو باز میکنی، لابلای صحبتات یا آموزش های غیر مستقیم هم ممکنه
داشته باشی یا حالا مستقیم یا غیر مستقیم نکاتی رو بهشون میگید، ضمن که نظارت هم میکنید. یعنی دقیقاً این سوال جناب آقای فاتح پاسخش تو این 2 صفحه ما اومده. یعنی اتفاقا خوب شد اگه مثلا این سوال آقای فاتح رو آدم بگیره واسه امتحان مطرح بکنه، این سوال بذاره بگه حالا جوابش رو بنویسید، جوابش همین چیزاست. نکته بعدی که خب سایتایی که مورد علاقته چه چیزی بیشتر از همه میشه از این بازی‌ها کدومشو بیشتر از همه دوست داری تو این اپلیکیشن‌ها؟ یا میگه آره این اپلیکیشن هستش، بازی مثلا فلان داره، مثلا بازی حالا کشت و کشتار گرفت، شما مثلا میفهمی که مثلا بچه به چه چیزی داره علاقه نشون میده، خشن هست یا خشن نیست. یا تو این انیمیشن ها کارتون ها کدومشو بیشتر دوست داری؟ مثلا میگه سگ نگهبان، میگه پاندای کنفو کار، هر کدوم اینها شما میبینید مثلا رده سنی که داره خودش میبینه پای آپارات کودک مثلا نشسته کجاها داره میره، چه چیزی داره میبینه. بنابراین همه اینها به نوعی نظارت شما بر رفتار آنها خواهند بود. از طرف دیگه یادتون بیفته بگذارید حتی اگر اتفاق بدی هم افتاد بچه ها بتونن به شما مراجعه کنن، پل پشت سرشون رو خراب نکنید، بدونن که هیچ تنبیهی در انتظار اونها نیست، هیچ جای سرزنشی شما آنها را براشون متصور نیستید، سرزنش نخواهید کرد. دیگه نکته های دیگه اینجا حالا تو عرایزم گفته بودم که تکراریه. حالا من یه 3 سوالم گذاشتم، نمیدونم برسم یا نرسم، اجازه بدین این سوالا رو فعلا رد بشم، آخر سر درباره صحبت کنیم. بریم سراغ این راه حلایی بر اساس سن، اینا رو بگم، بعد انتهای کلاس ان شاءالله برسیم به این. حالا فوقش هم یه ذره کلاسمون طول کشید اشکال نداره، ولی من سعی میکنم همیشه آن تایم باشم. خب من میخوام راه حل هایی رو بر اساس سن کودکان و نوجوانان بگم. برای سن 4 سال تا شروع مدرسه، کودکی که از 4 سال، خب زیر 4 سال قدغن ممنوع، کلا گفتن همونطوری که بود. یعنی مثلا ببینید اومده بودن اینجوری گفته بودن که تا زیر 2 سال ممنوع. خب از 2 سال تا 4 سال شما اگر بخواهید مثلا استفاده بکنید هم باز واسه چت تصویری اینها خوبه، یا مقدار استفاده ای که میکنید نهایتا نیم ساعت استفاده بشه. چت تصویری رو استثناء گذاشتن، ولی حالا 4 سال به بعد بخواد از کامپیوتر استفاده کنه، میل به کامپیوتر، البته از بچه‌ها که الان این حالا بحثی ذره شاید قدیمی باشه تو مباحث روانشناسی که میگن از 4 سال شروع میشه، الان بچه‌ها از چند ماه هم این میلشون شروع میشه به تکنولوژی. ولی کلا این سنیه که گفتن شما سن مقدمه چینیه، برای بچه‌ها بیاین مقدمه چینی بکنید، آموزششون بدید. این صفحه اینجا این شکلیه، بخوایم تایپ کنیم اینجا میریم تو این برنامه اسمش ورده، مثلا من دارم تایپ میکنم، ببین اینجا دارم تایپ میکنم، این برنامه پینت، میخوام نقاشی بکشم، از اینجا نقاشی میکشیم، میگه شروع کنید مقدمه چینی کردن. بعد کم کم درباره اینکه خب حالا به کجا وصله، یعنی کامپیوتر به اینترنت وصله، اینا واسه مراحل بعدی. برای سنین دبستان زیر 8 سال، بچه‌هایی که در دبستان هستن ولی زیر 8 ساله، میگه حضورشون رو تو اینترنت به نیم ساعت در روز محدود کنید. ببینید الان این کرونا اومد، تمام قواعد و قوانین این روانشناسا رو به هم زد، ولی اونا اومدن گفتن آقا نگران نباشید، اگه در حال انجام دادن یک برنامه خاصی هستن، برنامه خاص درسی هستن، از صبح قراره بشینن کلاس درسیشون پای اینترنت باشه تا بعد از ظهر، اصلا نگران نباشید. اون نیم ساعتی که ما گفتیم نیم ساعت برای وبگردیشونه،
بحث آزادشونه، استراحتشونه، بحث سرگرمیشونه، ولی برای کار فعالیت مرتبط کلاسی اشکال نداره. نکته ای که هست ببینید، بازی های ویدئویی، بازی های اینتراکتیو، بازی هایی مثل ایکس باکس هست یا پلی استیشن هست، اینها رو میگن تا زیر 8 سال اجازه ندهید کودک استفاده بکنن. بازی های اینتراکتیو، بازی های ویدئویی ایکس باکس و پلی استیشن، کودک زیر 8 سال اجازه ندهید. اصل همراهی فراموش نشه. حالا یه کاریکاتور خیلی قشنگی هم کشیده، میگه حالا همراهی بیاین بکنین، ولی نه اینکه دیگه واسه خودش جا نباشه، خود بچه بیفته از این ور صندلی بیرون، همه خانواده بیان بشینن پای کامپیوتر، اینکه این مثلا بچه‌ها میخواد به کامپیوتر. دوستان یه لحظه من ارتباطم قطع شد.